سلام. اگه داری اینو میشنوی یعنی شاید تو هم یه روزی شکست خوردی مثل منم یه روزی فکر میکردم تهش همین جاست، همه چیز خراب شد، کارم، رابطه هام، حتی اعتماد به خودم. خیلیا گفتن تموم شدی، بعضیا پشت سرم خندیدن، بعضیا دلسوزی کردن ولی کمک نکردن. من موندم و خودم شبهایی که تا صبح بیدار بودم گوشه اتاق سقف رو نگاه میکردم، میپرسیدم چرا باید اینقدر تنها باشم، چرا باید همه چیز اینقدر سخت باشه. میدونی چیه؟ آدم تا وقتی تهش نره قدر چیزایی که داره رو نمیفهمه. منم همین بودم، خسته، بریده، ولی هنوز یه گوشه ذهنم یه نور کوچیک بود، یه صدای خیلی ضعیف که میگفت بلند شد، تو هنوز تموم نشدی. یه شب تصمیم گرفتم گوش کنم به همون صدا. یه قدم برداشتم، قدم دوم، سوم، کند، سخت ولی واقعی. خیلی هنوز باور نداشتن، بهم میگفتن نمیتونی، زیادی خراب شدی، دیر شده. ولی دیر نبود، هیچ وقت دیر نیست وقتی بخوای از نو بسازی. توی اون روزا یاد گرفتم مهمترین چیز توی زندگی چیه؟ خودت. نه اونایی که فقط نگاهت میکنن، نه اونایی که فقط نسکتت میکنن، فقط خودت. من خودم از نو ساختم، نه با معجزه، نه با شانس، با تلاش، با عشق، با زمین خوردنهای دوباره. حالا هر کی نگاه میکنه میبینه من ایستادم، ولی کسی نمیدونه چند بار تو تاریکی افتادم. شاید هنوزم کامل نباشم، شاید هنوزم شبایی باشه که سقف خونه رو نگاه میکنم، ولی حالا میدونم اگه زمین بخورم باز هم بلند میشم. اینو برای تو میگم که شاید الان گوشه اتاق نشستی و فکر میکنی ته خطه. ته خطی وجود نداره، فقط ته امید وجود داره. تا وقتی حتی یه ذره امید هست هنوز فرصت هست. فقط یه قدم از همون جایی که هستی، با همون چیزایی که داری. مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که تو برای خودت بجنگی. شاید مسیر طول بکشه، شاید همه چی کند پیش بره، ولی ارزششو داره، چون آدمی که خودشو میسازه هیچ چی جلودارش نیست. من دوباره ساختم، تو هم میتونی.